سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ خوش اومدید به این ولاگ که قراره گپ بزنیم توش. هیچ داده خاصی قرار نیست اضافه بشه فقط قراره صحبت کنیم و بهتون بگم که چه خبرها بوده این چند روز. در یکی از پر سر و صدا ترین روزها اومدم بچه ها سمتتون. گوش کنید، میشنوید آیا؟ این جایی که من هستم بچه ها نزدیک من یه دونه ورزشگاهه و امشب یه مسابقه است. البته مثلا از وقتی که اومدم که هیچی نبود و پارتنرم هم گفتش که این مسابقه آخرین مسابقه فصله و تموم میشه تابستون دیگه، یعنی مثلا مسابقه نیست. ولی امشب فکر کنم خیلی سر و صدا باشه اینجا، چون اینا که اصلا ترک‌ها خیلی فوتبالیان، خیلی فوتبالیان، عاشق فوتبالن و خیلی هم مثلا تعصب دارن روی تیماشون و اینا. بعد الان ببین این پارک جلوی خونه من، حالا الان بهتون نشون میدم، پارک جلوی خونه من بچه‌ها پر از آدمه که مثلا لباسای رنگ پوشیدن و اینا آمادن که برن واسه مسابقه. خیلی سر و صداست، امیدوارم که سر و صدا اذیتتون نکنه. آقا بچه‌ها من دیگه اومدم خونه جدید و اساس کشی راحتی بود تقریبا. اون جایی که گرفتم مثلا خیلی 2 نفر آدم اومدن ولی خیلی سریع بودن، یعنی توی مثلا 1.5 ساعت کلن همه چی رو جمع کردن و خیلی سریع همه کارا انجام شد. مثلا اومدیم اینجا، اومدن خودشون میز رو که مثلا باز کرده بودن دوباره میز رو بستن، تلویزیون خودشون سر جاش گذاشتن، همه چیزاشون رو مثلا اینجوری تحویل دادن. کارشون خوب بود، هیچی نشکستن، هیچی خراب نشد و خلاص راضی بودم از کارشون. منتها وقتی که رسیدیم بچه‌ها خیلی شلوغ و پلوغ بود و با اینکه مثلا فکر کنم من اومدم توی خونه مبله، یعنی وسایلم اونقدرم زیاد نبود دیگه، مثلا چند تا کارتون بود، یه سری وسایل آشپزخونه داشتم، یه سری وسایل کتابام و اینا بود، اونقدر وسیله نداشتم ولی با این حال عجب، یعنی بچه‌ها چقدر آدمیزاد آشغال دور خودش جمع میکنه چقدر آشغال ریزه داره. خیلی اولش شلوغ پلوغ و نمیدونستم واقعا کجا باید شروع بکنم و دلم هم آروم نمی گرفت. یعنی باورتون نمیشه بچه‌ها من تو 1 روز خونه رو خونه کردم چون دلم آروم نمی گرفت. ولی خب فشاری که به خودم آوردم بعدش سرما خوردم و جاتون خالی 2-3 روز قشنگ مریض شدم. فکر میکنم خستگی هم تاثیر گذاشت ولی دلم آروم نمی گرفت. باید خونه میشد اون روز دیگه. حالا الان خونه رو بهتون نشون میدم که یه دور ببینید که مثلا چه شکلی شده. یه سری چیزاشو تغییر دادم و اون پرسونال تاچ خودم رو روش گذاشتم. بعد که دیگه بچه‌ها خونه توی 1 روز درست شده، من فرداش مثلا تونستم دیگه گل بخرم برای خونه، یعنی دیگه خونه آماده بودی. گل که میخری یعنی آماده است دیگه. دلم آروم گرفت، تونستم آروم و قرار بگیرم و این اخلاقم هم خیلی بده واقعا. یعنی آدمی نیستم که مثلا بگم حالا بلش کن 1 هفته بذار کم کم جمع و جور میکنیم و اینا، باید حتما سریع جمع و جورش کنم. البته یه دلیلش هم اینه که من تو خونه کار میکنم و فضای خونه فضای زندگیم فضای کارم هم هست و اگه مثلا این کارو نکنم، اگه دور و برم شلوغ باشه بچه‌ها من اصلا نمیتونم منظم بشینم کار کنم. یکی تو اینستاگرام ازم پرسیده بود چطوری تو خونه مثلا انقدر منظم مداوم کار میکنی. واقعا یکی از دلایلش نظمه. یعنی اگه من دور و برم تمیز باشه، همه چی نظم داشته باشه، من خیلی بهتر کار میکنم. این تجربه بهم ثابت کرده. اینه که نمیتونم مثلا بشینم همینجوری تو 1 هفته 1 ماه خونه رو جمع و جور کنم. باید خونه سریع جمع بشه. یعنی در این حد بهتون بگم که پارتنرم به من خیلی کمک کرد اون روز، دستش درد نکنه. ولی دیگه مثلا بعد 2 ساعت 2-3 ساعت خیلی خسته شد، گفت من برم 1 ساعت بخوابم. گفتم باشه. رفت خوابید، یه مثلا 2 ساعتی خوابید. بعد 2 ساعت که بیدار شد اومد از اتاق بیرون، گفت تو چقدر کار کردی، همه اینا رو جمع کردی، که اصلا باورش نمیشد. گفت وای داری خودتون میکشی، چرا اینجوری کردی، مثلا چه جوری انقدر سریع پیش رفتی. یعنی میخوام بهتون بگم اینطوری خونه رو سریع خونه کردم، چون از کارام هم عقبم، یکم استرس اونم داشتم که مثلا بشینم پای کارام زودتر. دیگه بالاخره خونه شد و بچه‌ها من شروع کردم دوره آخر آپر اینترمدیت رو نوشتن که خیلی وقت شاگردان منتظرشن و شرمنده شونم، چون این وسطا هی دوره‌های دیگه دادیم و من نرفتم سمت اون، انقدر که درساش زیاد و طولانیه. مثلا توی مودش نبودم برم سمتش، هی دوره‌های دیگر رو کار می‌کردم. دیگه به خودم گفتم ببین باید بشینی انجامش بدی و تا الانم خیلی خوب پیش رفته.
نشستم به انجام دادن اون و کلا جایی که میزمو گذاشتم بچه‌ها خیلی جای خوبیه، یعنی خیلی احساس خوبی برام داره. حالا از آدم به آدم فرق میکنه، مثلا یکی ممکنه سر و صدای بیرون و همش رد شدن آدما و اینا اذیتش کنه، یا حتی توی برهه آدم باشه از زندگی که اذیت بشه از اینجور چیزا. ولی من الان توی این برهه از زندگی که هستم، این جنب و جوشی که بیرون خونم هست، حالا الان جنب و جوش عادی نیست البته، الان خیلی شلوغ پلوغه، ولی کلا مثلا آدما تو پارک هم میان رد میشن، از اینجا گذر کردن آدما رو هی میبینم و اینا خیلی بهم احساس خوبی میده. دوست دارم این احساس رو، باعث میشه دلم نگیره، بتونم مثلا تایم بیشتری توی خونه باشم، به کارام برسم، از اینجور چیزا دیگه. حالا بریم خونه رو بهتون نشون بدم، دوباره برگردیم. این بچه‌ها دوباره بهتون میگم این ورودی خونه است و اینجا میریم توی هال که این میزه اگه یادتون باشه تو ویدیو که بهتون نشون داده بودم اونجا بود که من آوردمش اینجا و 4 تا صندلی داشت. منتها چون خب من همیشه یا یه نفرم یا 2 نفرم تهش به خاطر همین 2 تا صندلیش کردم. 2 تا صندلی دیگه‌شو بردم روی اون بالکونه گذاشتم اونجا که مثلا عصرا میخوایم بشینیم و اینا اونجا ازش استفاده بکنیم و اینجا هم یه کمی خلوت‌تر بشه چون من به این فضای باز نیاز داشتم. و میزو گذاشتم اونجا دیگه. میزو میبینید که میز کارم رفت اونجا که خیلی جاشو دوست دارم. تنها چیزی که داره اینه که پشتش نمیتونم بشینم فیلم بگیرم به خاطر اینکه خب ضد نور میشه. الانم که دارم براتون فیلم میگیرم، این در پر سر و صدا ترین حالت دارم براتون فیلم میگیرم. خونه من نزدیک یکی از ورزشگاه هاست و امروز مسابقه است. خیلی کم پیش میاد البته مسابقه باشه خوشبختانه ولی امروز مسابقه است و چیزا طرفداراشون اومدن الان توی پارک نشستن، شروع نشده. احتمالاً شروع بشه خیلی سر و صدای مسابقه میاد توی خونه، جالب میشه. ببینید الان بذارید بهتون نشون بدم. این آدما رو میبینید لباساشون شبیه همون لباس زردا، همه منتظرن. اینو ببینید، آقا رو میبینید رد میشه، موهاش هم این شکلیه. اون طرفتر اگه بهتون نشون بدم بیشترن آدمایی که در این وضعیتن. و حالا چیزایی که اضافه کردم به حالا بهتون بگم چه تغییراتی بهش دادیم. این آباژورای خودمن، این آینه ها رو اینجا اضافه کردم که خب حس خوبی دارم، کلا من خیلی آینه دوست دارم. اون پرده ها رو خودم آوردم، پرده خودم بود که اضافه کردم به این پرده سفیدا برای صبح یا هر وقتی که میخوام مثلا تلویزیون ببینم یا احتیاج دارم که یهو خونه رو تاریک کنم بشه ازش استفاده بکنم. اینم اما خانومه که اونجا گذاشتمش بعضی وقتا میذارمش روی این صندلیه به این صورت. اینم که این کتابخونه شد بدین شکل. دارم تمام سعیم میکنم که همیشه این بالاشو همینطوری مرتب نگه دارم. دیدین یه چیزی رو آدم مثلا میخواد مرتب نگه داره، اولش خوبه، اول از هفته دوم همینجوری کلید میاد روش، همه چی میاد روش، خیلی بد میشه اینطوری. و اونم که یه میز، این که درینکامون و اینا روش گذاشتیم و یه سری کتاب روشه. شبا هم خیلی خوشگل میشه وقتی اون چراغ روشنه. حالا سعی میکنم یه تصویر ازش بگیرم وقتی شبه. اینجا هم یه دونه بالکن داریم که من میخوام این بالکنه رو درست کنم چون این خیلی بزرگتر از اون یکی. این بالکنه صندلی رو بیارم این بر، اون میزه رو از اونجا بردارم که بشه اصلا این بر بشینیم عصرا، مخصوصا الان که هوا داره رو به گرمی میره. بچه‌ها فقط تنها مشکل که نه، حالا دیگه مثلا تنها بدی خونه، آشپزخونه جای کمی داره برای آشپزی. من مجبورم اونجا واسم آشپزی کنم، فقط همون فضا رو دارم. حالا شاید یه چیزی واسه اینجا بگیرم، مثلا یه چیز کوچیک شبیه میزی، چیزی که بتونم روش واسم مثلا تخته رو بذارم استفاده کنم، نمیدونم، باید بهش فکر کنم، یه چیز این شکلی پیدا کنم چون خیلی جای آشپزخونه جایی که تو فضاش کمه، میدونید میخوای مثلا آشپزی کنی سختت میشه. چیزم بهتون نشون بدم، اتاق خوابم بهتون نشون بدم که به این شکل، اینجوری. اتاق خوابش رو خیلی دوست دارم و باز از لحاظ سر و صدایی چون یه سری پرسیده بودید ازم،
من شبا مثلا اون پنجره رو باز میذارم خیلی وقتا و چون اصولا اگه تنها باشم چیز از این پلیلیست های اسپاتیفای گوش میدم که برای خوابیدنه، آهنگ هم هست، اذیت نمیشم. ولی بازم سر و صدای خیابون یک کمی هستی، هر از گاهی ماشین رد میشه و اینا. بعضی وقتا مثلا پا میشم میبندمش، یا سر صبح ساعت 7 صبح مثلا یهو میان چمنا رو بزنن، اون موقع ها میبندمش دیگه. بالاخره سر و صدا داره، بی سر و صدا نیست. ولی میبندی پنجره ها رو کلا سر و صدا قطع میشه. بچه اینا دارن آواز میخونن. نمیدونم صداشون میاد یا نه. دارن آواز میخونن و احتمالاً بعد از مسابقه، مخصوصا اگر تیمشون ببره، دیوونشن بریزن تو خیابون. خیلی اینا فوتبالی هن بچه ها. دیدید؟ حالا یه چیز دیگه براتون تعریف کنم. امروز رفتم بوتاکس زیر بغل زدم و دیدم سوالا خیلی زیاد بود ازش تو اینستاگرام. گفتم اینجا بهتون بگم. من هر سال قبل تابستون میرم بوتاکس زیر بغل میزنم. تا الان مثلا 3 بار البته زدم و خیلی خیلی راضیم ازش. این وقتی میزنی دیگه عرق نمیکنی، کل تابستون عرق نمیکنی. حالا راجبش به تحقیق کنید اگر نمیدونید، خودتون قطعا باید راجب این جور چیزا تحقیق کنید اگر خواستید بزنید. ولی میخوام اینو براتون تعریف کنم که صبح زنگ زدم، یعنی گشتم یه کلینیکی پیدا کردم که مثلا نیم ساعت با خونم فاصله داشت و کلینیکی بود که دیدم ریویوهاش خیلی خوبه و دیدم که انگلیسی هم توش حرف میزنن، چون که بیشتر مثلا چیزاشون، کسایی که مراجعینشون بیشترشون خارجی بودن که ریویو گذاشتن. دیگه زنگ زدم و اینا، حالا منشیشون انگلیسی بلده ها، پشت تلفن گفت نه من نمیتونم انگلیسی حرف بزنم. هول شد. همون چیزی که قبلا هم بهتون گفتم، ترک‌ها خیلی اعتماد به نفسشون پایینه توی انگلیسی حرف زدن. خیلی وقتا یه ترک وقتی به شما میگه من انگلیسی بلد نیستم، بلده ولی میترسه حرف بزنه. خلاصه به منشیه گفتم اوکی من ترکی حرف میزنم دیگه، در حد ترکی دست و پا شکستم. بهش گفتم که من بوتاکس زیر بغل میخوام و اینا. گفت اوکی. بعد گفتم که مثلا چند بوتاکس زیر بغل اونجا؟ گفت 800 لیر. گفتم وا چقدر ارزون، مگه 800 لیر داری؟ مثلا 800 لیر نیست اینجا، بوتاکس زیر بغل خیلی گرون تره. گفتم اوکی. وقت گرفتم و گوشو که گذاشتم، با خودم فکر کردم، گفتم بابا نمیشه، 800 لیری نداریم ما اصلا بوتاکس زیر بغل. دوباره به سنگ زدم، گفتم که درست گذاشتی مثلا راندوو منو چک میکنی؟ گفت آره دیگه برای اپیلاسیون زیر بغل دیگه. نه بوتاکس زیر بغل. گفت آها. بعد انقدر خندیدم بچه‌ها. یکی تو اینستاگرام برام این ماجرا رو تعریف کردم، یکی تو اینستاگرام برام نوشته بود که وای اپیلاسیون زیر بغل 800 لیر، میرم خودم با موچین میکنم. از خنده مرده بودم. واقعا خیلی گرونه بچه‌ها، خیلی گرونه. و مخصوصا که امروز من مثلا قیمت‌ها رو با ایران مقایسه کردم. یه سریا داشتن بهم میگفتن که مثلا بوتاکس زیر بغل و ایران چند زدن، اصلا برق از سرم پرید. واقعا ایران چیزای پزشکیش خیلی ارزونه نسبت به جاهای دیگه دنیا. بعد رفتم بچه‌ها و وای یعنی انقدر پروسه دردناکیه. یعنی هر دفعه هم که من میام، درد اصلا ویژگیش اینه که آدم بعدش که تموم میشه همه چیز سریع فراموش میکنه. انگار درد مثلا فیزیکی وقتی کامل تموم میشه ردی از خودش نمیذاره خیلی وقتا. به خاطر همین آدم فراموش میکنه که چه جوری بوده درده. من مثلا خب 2 بار دیگه هم این کارو، 3 بار دیگه هم این کارو انجام دادم، ولی اصلا تو ذهنم نبود که انقدر درد داره. همیشه اینجوری بودم که اوکیه دیگه. حالا وای انقدر دردناکه، پروسه دردناکه، به خاطر اینکه خیلی تزریقاش زیاده. مثلا چه میدونم مثلا 16 تا تزریق، 20 تا تزریق زیر هر بغل و خیلی دردناکه. یعنی مردم. دکترم خیلی خیلی نایس بود. اینو میخوام بهتون بگم که این کلینیکی که رفتم بچه‌ها انقدر همه مهربون بودن، اصلا یه جور دراماتیک همه مهربون بودن. هر کی رد میشد میگه تو از کجایی، از کجا مثلا اومدی، از کدوم کشوری؟ گفتم ایران. بعد وای واسه همین انقدر خوشگلی، ایرانی‌ها خیلی خوشگلن اینطوری. بعد اون دکتری هم که رفتم که باهاش این کار بکنم، دکتر گفت فهم که من مراجع ایرانی خیلی دارم، یه چیزی ازت بپرسم. گفتم آره. گفتش که چرا خانمای ایرانی همه میخوان لباشون گنده باشه؟ کلا
خندیدم. گفت ببین یه مراجعی داشتم که اومده اینجا، من براش تزریق لب انجام دادم، انقدر اغراق‌آمیز گفته من این تزریق رو زیاد بزنم که لباش اینجوری شده بود و من بهش گفتم جایی نگی من زدم و اسم من رو این لب نباشه. میگفت چرا اینجوریه، چرا همه لباشونو میخوان گنده کنن؟ گفتم خب برای بعضیا ترنده، برای بعضیا مثلا دوست دارن این کارو اونجا. جز شاخصه‌های زیباییه برای خیلیا. با نمک بود. بعد گفتش که چقدر زنای ایران چقدر شجاعن. من بعضی وقتا که مثلا خبراتون رو میخونم اصلا باورم نمیشه اتفاقاتی که تو کشورتون داره میفته. گفتم آره خیلی خیلی زنای ایران شجاعن و با لیاقتن و حیف واقعا چیزی که در ایران داره میگذره واقعا لیاقتشون نیست. یه چیز دیگه هم که گفت دکتره، اینم یادم اومد، گفتش که چقدر زنای ایران مدرنن، از لحاظ فکری چقدر جلوترن از ماها. اینو گفت و خیلی برام جالب بود. بچه‌ها خب من 5 سال دارم اینجا زندگی میکنم و واقعا اینو به چشم دیدم دیگه. الان واقعا بهم ثابت شده که زنای ایرانی خیلی خیلی مدرن ترن از زنای ترکی. ممکنه 2 تا کنار هم بذاریشون، اون زن ترکیه آزادی داره، میتونه با هر پوششی خواست بیرون بره، اصلا ممکنه ببینی که با پوشش آزاد داره بیرون میره و حتی مثلا مذهبی هم نیست، اما ذهنش خیلی عقب‌تره از یه زن ایرانی. خیلی شاخصه جالبیه که زنای ایرانی انقدر جلو رفتن توی این سالها. مثلا یه چیز جالبی که بهتون بگم، جزء مثلا تفاوت‌ها من اطرافم میبینم اینه که زنای ترکی هر چقدر که مثلا مدرن باشن، اصلا مذهبی نیست طرف، مدرن، کاملا مدرن لباس میپوشه، مثلا دوست پسر داره هر چی، ولی همه میخوان ازدواج کنن به شدت و بچه دار بشن. یعنی میخوام بهتون بگم که اون الگوی سنتیه خیلی اینجا محکم تره از مثلا ایران. خیلی جالبه این برای من که همشون دنبال همینن، دنبال اینن که مثلا شوهر پیدا کنن. این از این نظر جالبه برای من. بچه ها جون، من برم بشینم کار کنم دیگه، این ولاگم خیلی طولانی نکنم، وقتتون رو نگیرم. مرسی که همراه هم بودید، ممنون از پیاماتون که همیشه پیام میذارید. قربونتون برم، مرسی ازتون و زودی میبینمتون. ماچ بهتون. بای بای.